صبح امروز در نزد باغ استراحتی فراغتی به نام کمال خوجندی مرکز ماموری ولایت سوخت شهر خوجند اشتراکداران کاروان مادران وحدت سرا تحت راهبری رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گرم و صمیمی پیشواز گرفتند. بعد انجام قسمت رسمی مهمانان وارد باغ کمال خوجندی گشته با کارمندان سراسط آبادانی و کبودزارکنی شهر خوجند که برای کبودزارکنی و آبادانی باغ مذکور سهم ارزنده دارند صحبت صمیمی دایر نمودند. در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از جانب کمیته کار با زنان با عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان طی چند سال است که کاروان مادران وحدت سرا راه اندازی می‌گردد. مقصد اساسی مادران وحدت سرا این پیش از همه در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری وصف کردن صلح و استقلالیت، ترغیب و تشویق دستاوردهای ملی جمهوری تاجیکستان همچون اساس و گنج بی‌بهای ملت کهن‌بنیاد تاریخ وحدت ملی است و امروز کل زنان و مادران جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت قرار دارند. زیاده از 60 نفر زنان فعال جمهوری تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، از ولایت ختلان، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، شهر دوشنبه، منطقه رشت در 54 جماعت دهات ولایت سوخت چاره‌بینی‌های گوناگون را راه اندازی نمودند. همزمان در 3 قسم‌های نظامی که پیش از همه برای باز هم روح بلند نمودن افسران ما، سربازان ما، فرزندان ما، مادران با آنها واخوری نمودند. سپس در اساس نقشه کاری در تالار مجلسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفوروف جنبست کورس آموزشی از روی برنامه مکتب سروری طبق برنامه دولتی تربیت انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده جمهوری تاجیکستان از حساب زنان و دختران بالایاقت برای سالهای 2023-2030 دایر گردید. در وضع تنتنوی به بانوان خدمتچی دولتی، مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت که در کورس آموزشی از روی برنامه مکتب سروری گذاشتند گواهنامه تقدیم کرده شد. این اقدام ها طی 2 سال است که در جمهوری راه اندازی می گردد. سال گذشته در ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان و این سال در ولایت سوخت و ماه اوگوست در منطقه رشت برگزار کرده می شود. وحدت، استقلالیت این گنج بی‌بهای تاریخ است و محض زنان و مادران ما پاینده‌دار این گنج ها هستند و امروز ما کوشش می نماییم که با تشبث و دستگیری های به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که همه وقت زنان و مادران ما را دستگیری می کنند، وصف می کنند و ابراز نمودند که زنان نگین پرجلوی تاج ملتند. محض انمین دستگیری تشبث های سرور دولت است که به زنان و بانوان ما باز هم نیرو قوه دیگر می بخشد و پیوسته مادران دعاگوی صلح و صلاح هستند، دعاگوی وحدت هستند، استقلالیت هستند، دعاگوی سرور دولت هستند که با تشبث های تسخیر ناپذیر خود جهان را تسخیر کرده است. سال جاری طبق دستور راهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی مذکور در ولایت سوخت و منطقه رشت تشکیل و برگزار می‌گردد. در اساس نقشه پیشکی در ولایت سوخت برگزاری واخوری‌ها با اشتراکداران کاروان مادران وحدت سرا در دوردست‌ترین جماعت‌های شهرک و دهات ولایت به نقشه گرفته شده است که در مجموع نزدیک 70 جماعت و 34 قسم‌های نظامی سرحدی را در بر می‌گیرد.